چورو دوزدی حالت جنایتی است که از با قیدگیری و آشکارسازی آن میلیسیا شهر کنیبادام خبر میدهد. جنایت مذکور در حدود زمین‌های خواجگی دهخانی دهه کوچک کنیبادام صادر شده است و با مساعدت ناظران منطقوی میلیسیا باعث گرم آشکار یکسر مال کلان شاخداری تصرف شده با ارچی 7000 سومانی به صاحبش برگردانده شد. در شهر کنیبادام از جانب ناظران منطقوی میلیسیا دریافت و به صاحبش برگرداندن یک سر مال کلان شاخداری دزدیده شده از آن گواهی می‌دهد که منطقه ماموری زیر نظارت است. جنایت مذکور در حدود دهه کوچک جماعت دهاتی همروبایف شام 7 اکتبر به قید گرفته شد و خود همان روز باعث گرم آشکار گردید. مال کلان شاخدار شهروند قدیر خلیلوف ساکن دهه کوچک را از زمین‌های خواجگی دهخانی نادر تصرف کردند که ارزش مالی آن 7000 سومانی را تشکیل می‌دهد. میلیسیا معین نمود که ساکن 23 ساله همین دهه اکمال بیک مرادوف مال کلان شاخدار را تصرف و با استفاده از نقلیات بارکش به مال بازار مرکزی شهر کنیبادام انتقال داده فروخته است. میدانستم که گاو همسایه‌مان در صحرا بینظارت است. با مقصد به دست آوردن مبلغ آن را تصرف کردم و در مال بازار مرکزی کنیبادام 5600 سومانی فروختم. گمان برشده هرچند از چاره‌های احتیاطی استفاده برده باشد هم مالی کس به او نصیب نکرد. میلیسیا از او پیش گذشت و با دریافت و بازپس گرفتن گاو تصرف شده ضرر برقرار کرده شد. این زمین از آن من است و دور آن محکم کرده شده است. نوبسته از این گاوم را دزدیدند. چند سال است که در این موضع چارواداری میکنم. باری اول به چنین حالت افتادم. نهایت عمل جوان چپدست اکمال بیک مرادوف با آغاز پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی انجامید که به سرنوشت جوان داغ می‌آورد. مقامات میلیسیا در زمین‌های کشاد از جمله صحرا، باغ و موضع‌های بیرون از نقطه اهالی نشین به نظارت گذاشتن چاروا را عامل مساعدت کننده به دزدی می‌داند و به شهروندان توصیه می‌دهد که از این شیوه چارواداری خودداری کنند.